السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عباس فرزند عبدالمطلب میگوید بار نزد حبیب خدا رفتم، نزد این سرور کائنات رفتم، نزد این بهترین موجودات و مخلوقات رفتم و گفتم ای حبیب خدا، برای من یک دعای تعلیم کن تا که دعا کنم و این دعای من پسند پروردگار آید. چی دعا هست؟ رسول اکرم گفتند از پروردگار عافیت طلب کن. فمکثت ایاما، عباس میگوید از بین چند روز گذشت. ثم جئت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز نزد پیغمبر آمدم. فقلت یا رسول الله علمنی شیئا اسأله الله تعالی. قال لی یا عباس یا عم رسول الله صلی الله علیه و سلم، صل الله العافیه فی الدنیا والآخره. از بین چند روز هم که گذشت، عباس میگوید خواستم که باز یک تعلیمی نو گیرم. گفتم ای پیغمبر خدا، برای من یک دعای تعلیم کن تا که از پروردگار همون دعا را سوال کنم. رسول اکرم گفتند ای عباس، ای عمکی پیغمبر خدا. عباس این عمکی پیغمبر بودند، ای عم رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پروردگار در دنیا و در آخرت فقط عافیت را طلب کن. میخواهم من هم از این عافیت همراه شما دعا کنم و به سمع شما میرسانم که عافیت چی معنا دارد. عافیت این سلامتی بدن است. از هر گونه مریضهایی که در بدن ما پیدا می شود پیشگیری و یا پیغمبر خدا به عافیت گفتند و خدا برای سلامتی بدنتان دعا کنید. و دیگر معنای عافیت این است که عفو گناه بنده در دنیا و در آخرت معنا دارد. از این خاطر به حرمت این تعلیم پیغمبر خدا از برای عم خود عباس دستی به دعا می برداریم که خدای مهربان سلامتی این قوم و جمع ما را تا دم آخر خدایا نگه بداری و خدایا از هر گونه بیماری ها این جمعیت ما را خدایا محافظت بکنی و خدایا این بندگانی که در خانه تو نشستند، انک عفو تحب العفو فاعف عنا. خدایا تو بخشیدن دوست می‌داری، مغفرت را دوست می‌داری. ما بندگان آلوده عصیان هستیم، آلوده گناه هستیم. خدایا با این صفت خود جمیع گناه‌های ما را عفو بگردان، مغفرت بگردان و خدایا بدنهای ما را به سوی گناه کردن جسور مگردان و خدای مهربان به سوی گناه کردن در جسدهای ما را صابر بگردان تا که به گناه مبتلا نگردیم. و خدای مهربان اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون و سیء الاسقام. خدایا از کسلی که پیغمبر دعا کردند، از کسل سفید شدن پوست، از دیوانه شدن، از هر گونه زخم‌هایی که در بدن می‌براید، رسول اکرم پناه طلب کردند. ما هم به سوی تو ای ذات پاک پناه طلب می‌کنیم از جمیع این بیماری‌هایی که الحال ذکر شد. و خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری‌های این قوم و جمع ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی.
و خدای مهربان مسافرهای این جمعیت ما را صحت و سلامت به خاندان برسانی و محبت این مردم تاجیکستان را نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآن و اسلامت خدایا باز هم زیادتر بگردانی و سروران این حکومت جمهوری ما را خدای مهربان توفیقشان رفیق بگردانی، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایتشان کنی و عمرشان دراز و جمیع عملهای نیکشان خدای مهربان برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین.